سلام به همه دوستان عزیزان، کسانی که ما رو میبینن و اینجا اومدیم ما با چند تا از دوستان خودمون اپیزود سوم لایو خودمون رو داشته باشیم و در مورد این صحبت بکنیم که چطور میتونیم به یک بیزینس پایدار برسیم. الان من دوستان رو دعوت میکنم که بیان و خب الان اومدیم ما با دوستان که چطور میتونیم به درآمد آنلاین برسیم. اوکی، پس الان یکی از دوستان دارن جوین میشن و بقیه هم الان میان. میخواستم بهتون بگم که ما با شروع بیزینس آنلاین ما میتونیم که به یکی از درآمدهای پایدار خودمون برسیم. سلام سلام خدمت دوستان عزیز، همونطور افرادی که این لایو رو بعدن یا همین الان دارن توجه میکنن بهش. سلام به همه دوستان عزیز، سلام به شمایی که اومدین و جوین شدین و کسانی که ما رو الان میبینن و یا در آینده میبینن باز پخش این لایو رو. داشتیم در مورد این صحبت میکردم که چطور ما میتونیم به درآمد پایدار برسیم. از آقا سعید درخواست میکنم که اگر که بتونن این لایو رو برای ما شروع کنن، خودشون رو معرفی کنن برای که تازه کسانی که توی پیج ما اومدن و لایو ما رو شروع بکنن خیلی میشم. سلام، ممنون از شما. من سعید هستم از کالیفرنیا. بپردازیم به بحثمون. برای اینکه ما بخوایم در یک بیزینس به درآمد پایدار برسیم، اولا باید در مورد اون بیزینس مقداری تحقیق کنیم و چند تا مشخصات هست که اگر در این بیزینس ما ببینیم میتونیم به اطمینان زیاد بگیم که میتونیم که به این بیزینس موفق خواهیم بود. اولین چیز این است که راه ورود به این بیزینس ساده باشه، یعنی در واقع نیاز به تخصص خاصی نداشته باشه و سرمایه زیادی نیاز نداشته باشه، نیاز به زبان انگلیسی خیلی قوی نداشته باشه، نیاز به در واقع داشتن اطلاعات کافی اینترنتی اطلاعات خیلی زیاد نداشته باشه. در حد خیلی ساده و پایه‌ای اگر ما اطلاعات داشته باشیم خیلی راحت میتونیم ما وارد این بیزنس بشیم. دومین نکته که ما باید بهش توجه کنیم اینه که در واقع ما بتونیم با افرادی که قبلا در این بیزینس وارد شدن و داستان زندگی اونها رو بدونیم که چطوری وارد شدن و ما بتونیم در واقع الگو برداری کنیم از این که ما در واقع از مسیر اونها بتونیم الگو برداری کنیم. نکته دیگه اینه که ابزار زیادی نیاز نداشته باشه. مثلا ما با یک دستگاه موبایل ساده هم بتونیم این بیزینس رو در واقع به صورت موفق بتونیم ادامه بدیم. و خیلی مهمتر این است که مسیرهای درآمدزایی مشخص باشه، یعنی از چه مسیرش از چه درآمدش از چه مسیری هست و آیا واقعا درآمدش در واقع درآمدهایی است که قابل اطمینان هست و غیر قانونی نباشه. این خیلی مهمه که بعد ما تحقیق کنیم و متوجه این موضوع بشیم. و خیلی باز مهمتر اینه که ریسک هایی که در اون بیزینس هست مشخص باشه. هر بیزینسی ممکنه که ریسک داشته باشه و ریسک هاشو ما بدونیم که چی هست و در واقع با دانستن اون ریسک ها بدونیم که آیا ما میتونیم در این بیزینس موفق بشیم یا نه. بعد بعضی از بیزینس هستن که یه فرصت های مناسبی برای ورود میذارن. مثلا در این بازه زمانی اگر شما وارد بشید مثلا تخفیفاتی هست یا اینکه ارسال محصول برای شما رایگانه. باز این هم خیلی نکته مهمی هست که به اصطلاح از اون بیزینس برای ورود به اون بیزینس. بعد اینکه اون بیزینس دارای گروه‌های پشتیبان باشه. مثلا شما یک افراد داشته باشید که شما کمک کنن، کوچ، منتور یا دیگر افرادی که در این بیزینس هستن باز در یک گروه‌های عضو باشن. و نکته مهمتر این که ما
مسیر ارتباطتون با اون افراد مشخص باشه و بتونیم که با اون افراد تماس بگیریم و در صورت لزوم از اونها اطلاعاتی کسب کنیم یا مثلا به اونها اطلاعاتی بدیم که باز این خیلی خیلی مهم هست. به طور کلی اگر که یک بیزینس ساده باشه، کم ریسک باشه، درآمدزا باشه و دارای گروه های پشتیبان، کوچ و منتور باشه و همینطور نکته مهمی که بدون نیاز به حضور دائمی ما نیاز باشه که همیشه مرتب به طور کامل در اون بیزینس حضور داشته باشیم، این ما میتونیم بهش اطمینان کنیم برای ورود به اون و در واقع یک اطمینانی داشته باشیم به کسب درآمد ثابت در این بیزینس. خیلی متشکرم. از بقیه دوستان خواهش می‌کنم که اگر نکاتی هست بفرمایید. خیلی ممنون آقا سعید، خیلی جامع و کامل فرمودید. فرشته جان عزیز، شما میتونید یکم بیشتر بحث رو باز بکنید برای ما؟ بله، سلام خدمت دوستان عزیزم و همینطور بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. حقیقتا این بیزنس خیلی مزایای واقعا میگم خارق‌العاده‌ای داره. یکیش انعطاف پذیری هست. این بیزنس از این لحاظ انعطاف پذیری که شما با یه گوشی، لپتاپ و یه خط اینترنت میتونین کارتون، بیزنستون رو تو تمام موقعیت‌های مختلف یا زمان‌های مختلف مثل آفلاین نیست که از توی نقطه کار بکنید توی زمان مشخص. نه، تو هر در واقع تو سفر بخواید برید، چه میدونم بیرون از خونه باشین، تو خونه باشین، میتونین در واقع این بیزنستون رو روش کار بکنید. و دومی مزیتش هزینه بسیار کمیه. دوستان عزیز، شما میدونید که واقعا وقتی بخواین یه بیزنس آفلاین رو در واقع ران بکنین، میتونم بگم واقعا یک مبالغ هنگفتی میخواد. مثلا فرض کنید اگه بخواید فرانچایز استارباکس رو یا یه رستوران یا یک شاپینگ رو باز بکنین، نیاز دارین به فرانچایزش، نیاز دارین که کارگر استخدام بکنین، هزینه‌های اونها رو بدین، بیمه، مالیات و خیلی هزینه‌های دیگه که واقعا کسی نمیتونه در واقع انجام بده. اما بیزنس ما اومده برای تمام گروه‌ها، برای تمام مشاغل‌ها این امکان رو دادی که بیان و واقعا جوین بشن با توجه به بودجه‌ای که دارن. یعنی اونا میان تو اون تریال 3 روزه، اگه شما برین و ملاحظه بکنین تو اون تریال نگاه میکنین که اون اینوستمنتتون چقدر هست، با توجه به بودجهتون انتخاب میکنین و میان سرمایه گذاری میکنین. و هزینه ای که دیگه میتونم بگم جانبی که در کنار این هست، اون هزینه خیلی ناچیز هست برای ادورتایزینگ. شما دوستان میدونید که وقتی که وارد این بیزنس بشین آنلاین هم، شما برای اینکه ادورتایزینگتون رو همه جا در توسعه بدین، بسش بدین، نیاز داره به در واقع هزینه ادورتایزینگ که ممکنه مثلا بازم اونم بستگی به بودجهتون داره، ممکنه بین $1 یا بعضیا مثلا هزینه هاشون بالا، درآمدشون بالا، ممکنه $5 باشه. اینم بازم این کمپانی گذاشته باز بستگی به بودجه شما. و داشتن یک بازار جهانی از طریق اینترنت، یعنی شما از طریق اینترنت میتونین با تمام افراد سراسر جهان ارتباط بگیرین، تعامل بگیرین و بتونین اونها رو دعوت بکنین به این بیزنس، بهشون در واقع بگین که چجوری میتونین بهشون کمک بکنین و در واقع ما میتونیم یک کسی باشیم که به اونها کمک بکنیم که وارد این بیزنس بشن. و اصلا هم توی یک موقعیت جغرافی نیست، بلکه تو کل سراسر دنیا ما میتونیم این رو بازاریابی بکنیم از طریق اینترنت. مبحث دیگه که خیلی جالبه، استقلال مالی. همه ما دوست داریم استقلال مالی داشته باشیم. همونجوری که میریم در واقع کار آفلاین میکنیم، بعد از 30 سال به سن بازنشستگی میرسیم و یه بازنشستگی به ما تعلق میگیره. این آنلاین بیزنس هم، این کمپانی بزرگ ژاپنی هم این امکان رو به ما داده که بعد از تلاش و کوشش، یعنی واقعا باید تو این کار تلاش، نه اینکه یه روز بیای تو بیزنس کار کنی 4 روز ولش کنی بری. نه، باید کمپانی نگاه میکنه به کار مستمر تو، کمپانی نگاه میکنه که چقدر تو اونجا تلاش داشتی، بعد از 3 الی 5 سال وقتی که اون کوشش رو انجام دادی به سن بازنشستگی رسیدی که این رنج بازنشستگی هم تو اون تریال 30 روزه در واقع کاملا توضیح داده شده که اینجا فرصت نیست من توضیحات بیشتری رو خدمت عزیزان بگم. همینطور منابع حمایت. شما وقتی وارد این بیزنس میشین اینجور نیست که رها بشین، منابع حمایتی هست که از شما حمایت میکنه تا به رشد بیزنستون کمک بکنه. یکی از این حمایت ها در واقع گروه های فیسبوکی هست که ما همین از طریق لایف ها هست که دوستان اون دانش و اطلاعات خودشون رو به اشتراک میذارن و همینطور دوستان دیگه. و
تو خود فیسبوک هم کمپانی ما اومده یه گروه فیسبوکی گذاشته برای افرادی که جوین شدن، برای افرادی که باینس گرفتن و به رنج های مختلفی رسیدن، اونجا میرن که اون هم باز توی اون پریار باز برای دوستان اونجا برن واقع خواهند شد. و همینطور کوچ و منتوری که افرادی که مسئولیت پذیرن، افرادی که متعهد هستن و اونها در واقع به نوآموزانی که میان و میخوان این علم دیجیتال مارکتینگ رو یاد بگیرن، اونها قدم به قدم در هر شبانه روز آماده هستن که سوالاتشون رو جواب بدن، مشکلات مسائلشون رو رفع بکنن. و حتی اگر عزیزان در طی چند سال متمادی خواستن کوچ و منتور بشن، میان یه آموزش ها و ترنینگ های رو پشت سر میذارن و در واقع یک روز میشن کوچ و منتور. به هر حال خیلی مزیت‌های دیگه داره، من دیگه بسنده کنم به این قسمت و ادامه بحث رو به همکار عزیزم واگذار کنم. به هر حال متشکرم که تا این لحظه به صحبت‌های من گوش دادید. خیلی تشکر میکنم. واقعا چقدر عالی گفتیم فرشته جون. ما اصلا احتیاجی نداریم که بریم در خونه دوست و همسایه رو بزنیم یا از فامیلامون بخوایم که بیاین جوین بشین، چون این کار رو سیستم اتوماتیک برای ما میکنه و ما اصلا احتیاجی نداریم که از این کارها بکنیم. و از مهدوخ جون عزیز میخوام که یکم بیشتر این موضوع رو برای ما باز کنن که چطور ما میتونیم به درآمد پایدار توی این بیزینس برسیم. با سلام همه عزیزانی که در حاضر دارن ما رو تماشا کنن یا در کنن. برای اینکه ما به درآمد برسیم، در واقع ما میدونید که تکنولوژی اونقدر زیاد سریع داره پیش میره که در آینده خیلی جهیزیت بیشتری میکنه و به افراد راه اندازی و این در حال حاضر کسب درآمد در ایران و اینجا از ایران. در هر صورت گزینه‌های مختلف و ما باید انتخاب کنیم که کدومی که از این بیزنس برای ما درآمد پایداری. خب ببخشید صداتون یکم قطع و قطع وصل میشه، به خاطر همین من فکرم از اشکال از موبایل صداتون قطع و وصل میشه. بله نمیدونم، چون که من الان یکم فکر کنم شاید یه مقدار شاید بیان جلوی میکروفون شاید بهتر باشه. الان آخه من تصویر حمیده جونم کلا از آره ما اصلا تصویر خانم حمیده خانم اصلا نمیبینید. چی میگی؟ در حال آپلود شدن همچنان. حالا الان اگه بهتر شده الان بله بهتره. صداتون بهتره. بله ببخشید درصد. و من داشتم اینو میگفتم که از گزینه‌هایی که روبروی ما هست ما بایستی تحقیق کنیم کدوم بهتره. مثلا کمپانی که میخوایم باهاش در واقع قرارداد ببندین پیشینش چی هست، چقدر قدرت مالی داره. مثلا به عنوان مثال من این بیزنس رو چرا انتخاب کردم؟ به خاطر که کمپانی ما بیشتر از نیم قرن تجربه درخشانی داره که در طول این بیشتر از 50 سال اقتصاد جهانی هر تغییراتی که کرده روی این کمپانی اثر سوئی نداشته و پیشرفت بیشتری هم تازه کرده به خاطر مدیریت خیلی خوب. علاوه بر اون سیستم کامیشن دهی این کمپانی سیستمی هست که پتنت هست و در دنیا منحصر به فرد و بسیار جنرس هست به خاطر مایندست در واقع فاوندر این کمپانی که احترام بوده خانواده و سلامت مالی و کلا به خانواده، احترام به خانواده بوده. بنابراین ارزش‌های بالاتر از درآمد برای اون کمپانی، صاحب کمپانی مهم بوده که تونسته تا الان با اون ارزش‌ها کمپانیش رو به این سوی از موفقیت پیش ببره. و بسیار مزیت‌های دیگه و اون که شما اینجا بهتون یک ارزشی افزوده میشه، شما یک دانشی میگیرید که بقیه کمپانی دیگه ممکنه به شما انقدر در این حد دانش ندن. شما وقتی میان فقط به عنوان فروشنده نیستین، شما به عنوان یک فردی هستین که در حال یادگیری هست و این آموزش دیده به دیگران داره یاد میده. بنابراین البته ما خیلی مزیت داریم ولی 3 دقیقه بیشتر من فرصت ندارم، به همینجا بسنده میکنم و امیدوارم که رضایت عزیزان رو فراهم کرده باشم و بقیه صحبت رو میسپارم به حمیده جان که ادامه توضیح رو بدن. عزیزان مرسی. ممنون مهدوخ جون عزیز، خیلی به نکات خوبی اشاره کردیم. من الان تصویرم برگشت یا نه هنوز اگه سعی کنید دوباره جوین بشین شاید. آخر اگه من الان قطع بکنم که همه لایو میره
من از اینترنت خونه وصل بودم، اینترنت خونه رو قطع کردم، به فقط با اینترنت گوشی الان وصل شدم. امیدوار بودم که درست بشم ولی هنوز نشدم انگار، ولی خودم تصویر همه رو کامل و واضح همه رو میبینم. من کنم بشه که بعدا مشکلی به وجود نیاد و تصویر شما نیست. امیدوارم کنم که برای بعدا مشکلی به وجود نیاد، ولی خب باشه اشکال نداره. اگه تصویر من نبود صدای من خواهد بود. یک موضوع دیگه که من میخوام بهتون در مورد اینکه چطور میتونیم به درآمد پایدار برسیم اضافه بکنم این هستش که بیاین بر ترس هامون غلبه کنیم، چون این ترس ها موانعی هست برای رسیدن به چیزهای خیلی زیادی که ما دوست داریم و آرزو داریم که داشته باشیم. خیلیا به این ترس هاشون غلبه میکنن. ممکنه شکست های فراوانی خورده باشن از بیزینس هایی که راه اندازی کردن، و یا اینکه مشکلات خانوادگی داشته باشن یا مشکلات قومی و قبیله‌ای باشه که هنوز هم رایج هست در بین بعضی از اقوام ایرانی های عزیز و افغان های عزیز، هنوز هم رایج هستن و دوست ندارن که خانوماشون و یا اعضای خانوادهشون جلوی دوربین ظاهر بشن. و بعضی از افراد هستن به دلیل موقعیت‌های اجتماعی که دوست ندارن که توی سوشال مدیا دیده بشن، و چون این بیزینس یک بیزینس آنلاین هستش و کار ما آموزش و ادورتایزینگ هستش، باید مثلا جلوی دوربین بیاد. ولی خب این کمپانی مادری ما که ما رو پشتیبانی میکنه و آموزش ها رو به ما میده و سرتیفیکیت ها رو به ما میده، همونجور که دوستان عزیز گفتن، این برای ما یه راه حلی گذاشته. برای ما اومده یک درس جدیدی اضافه کرده توی آموزش هایی که به ما میده. فیسلس مارکتینگ هستش که توی اینجا شما میتونین به ترس هاتون غلبه بکنین و وارد بشین. یا بعضی از افراد هستن که درونگرا هستن، خودشون با میل شخصی خودشون دوست ندارن که جلوی دوربین بیان، نمیتونن جلوی دوربین بیان، نمیخوان جلوی دوربین صحبت بکنن. ولی خب شما میتونین بدون استفاده از صدای خودتون، تصویر خودتون، به درآمدهای پایداری برسیم که این بیزینس در اختیار شما میگذاره. این یک بیزینسی هست همونجور که دوستان گفتن، پشتیبانی مالی فراوانی داره و بونس ها و چیزهای خیلی خوبی به ما تعلق میگیره و شما اگر این بیزینس رو شروع بکنین به درآمد پایداری خواهید رسید. و ما اینجا مثال هایی داریم از خانم های عزیزی که واقعا با جو خانوادگی سختی که داشتن تونستن به درآمدهای خیلی بالایی برسن، به درجه منتورینگ بالای مثلا 100 نفر برسن که 100 نفر رو منتورینگ رو میکنن و به درجه کوچیت برسن که ما همین 1 ماه 2 ماه پیش یکی از خانم ها به کوچی رسیدن با فیسلس مارکتینگ و قبلا ما این درس رو نداشتیم و ایشون فقط با تجربیاتی که خودشون داشتن به این درجه رسیدن. ولی الان ما این درس رو داریم و این آموزش رو میتونیم به شما بدیم و سرتیفیکیتش رو میتونین دریافت بکنین و شروع به کار بکنین و به درآمدهای بالایی برسین. خب عزیزان زمانمون رو نمیخوام خیلی طولانی بکنم و هر چقدر در مورد این بیزینس و امکاناتی که به ما میده که به درآمدهای پایداری برسیم که هر موانعی رو رد کنه باز هم کم گفتیم. میشه آقای دکتر خواهش بکنم ازتون که یک کال تو اکشنی بفرمایین که دوستان چطور میتونن با ما در ارتباط باشن اگر دوست دارن این بیزینس رو ادامه بدن؟ بله، در واقع آدرس وبسایت های ما و آدرس ایمیلی که میتونن با ما تماس بگیرن نوشته شده و میتونن دوستان با هر کدوم از ما از طریق صفحه در واقع اینترنتی که خودمون داریم یعنی و اینکه یا ایمیلمون با ما تماس بگیرن و سوالی دارن یا اگر اطلاعاتی لازم دارن ما براشون میتونیم که بفرستیم. خب خیلی تشکر. پس دوستان منتظر پیام ها و ایمیل ها و نظرات گرم شما هستیم. لطفاً با ما در تماس بشین. با هر کدوم از ما که راحت تر هستین میتونین در تماس بشین و اطلاعات کامل و جامع رو دریافت بکنین. پس تا لایو بعدی، تا دیدار بعدی، روز همگی خوش، شب همگی خوش. خدا حافظ. وقت شما بخیر. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ.